تورنمنت جام خزانه فوتبال با اشتراک 16 تیم از ولسوالی مرکز ولایت دایکنده در میدان ورزشی انصارالمهدی با قهرمانی تیم انسجام پیشروک به پایان رسید. در دیدار نهایی انتخابات تیم انسجام پیشروک با ارائه بازی منسجم و تماشایی موفق شد تیم استقلال شش را شکست داده و عنوان قهرمانی این دور مسابقات را از آن خود کنند. برگزار کننده این تورنمنت میگویند که این مسابقات به هدف رشد و گسترش ورزش، شناسایی استعدادهای جوان و تقویت اتحاد و همبستگی میان ورزشکاران و مردم برگزار شده بود. برگزاری مسابقات ای بود که اولین بود که ورزش یک چیزی است که همه دوست داره، باید فوتبال بازی کنه. دو من شناخت تیم ها بود که از هر منطقه 16 تیم برگزار کردی، از پیشو گرفته تا ویرا برگزار شد. هدف نمیزی شناسی دوستا بود و هم تیم بود که مسابقه اینجا برگزار کنی، بعد از اینجا یک جای دیگه برگزار کنی. از سوی هم مسئولان در عملت المپیک تربیت بدنی و ورزش ولایت دایکنده با اشاره به علاقه‌مندی گسترده مردم به ورزش میگویند که در حال حاضر تورنمنت‌های ورزشی در بخش‌های مختلف این ولایت در حال برگزاری بوده و این روند نقش مهمی در پویایی ورزش محلی دارد. این بود که این مسابقات با تشویق هزاران نفر از مردم اطراف، مردم محل، جوانان، ورزش دوستان، کسایی که ورزش محبوب پرطرفدار فوتبال را از صمیم قلب دوست داره و این مسابقات را با گرمی هرچه تمام استقبال کردند. موضوعی که قابل یادآوری است در رابطه با رشد ورزش در گوشه گوشه دایکندی، همین اکنون که با شما صحبت می کنم در گوشه گوشه دایکندی در قریه قصبات، ولسوالی ها، مرکز تورنمنت ها جریان دارد. با این حال شمار از ورزشکاران با استقبال از برگزاری چنین انتخابات ها تاکید میکنند که تداوم مسابقات ورزشی می توانند زمینه رشد ظرفیت های ورزشی، افزایش انگیزه جوانان و تقویت روحیه همدلی در جامعه را فراهم سازد. تقاضای ما از فدراسیون ولایت دایکنده بلخ فدراسیون ولایت چی خود کشور افغانستان تقاضا داریم که در عرصه ورزش در ولایت دایکنده توجه زیاد صورت بگیرد و میدانا آماده شود و جور شود، این رقم تورنمنت ها زیادتر برگزار شود تا مردم تشویق شود در بازی و آمادگی کامل در فوتبال داشته باشند. فدراسیون فوتبال دایکنده خواهش دارم که به عرصه ورزش بالخصوص فوتبال در مناطق محروم که برگزار میشه یک ذره توجه خاصی صورت بگیره و بازیکنان را تشویق کنه و استعدادیابی کنه و همچنین از این مسابقات از این ورزش‌ها بیشتر برگزار کنه تا جوانای ما تشویق شونه. قابل ذکر است که آصف جمشیدی و چمن شجاعی از تیم انسجام پیشروک و رضا محمدی از تیم استقلال شش به ترتیب بهترین بازیکن، آقای گل و بهترین دروازه‌بان این تورنمنت انتخاب گردید.